عذر به جهل در عقیده یا جهالت در عقیده، حکم آن از دیدگاه قرآن و سنت و منهج سلف صالحین و دانشمندان امت اسلامی چیست؟ الله جل شانه کل پیامبران را به نبوت و رسالت مبعوث کرد تا که مردم را در مورد کفر و ایمان به تفصیل دعوت بدن و درس بدن و بیدار بکنن، تا که برای تمام امت اسلامی هیچ حجت و دلیلی باقی نماند که الله متعال جل شانه پیامبران را نفرستاد و ما کفر و ایمان را نفهمیدیم. یک دلیل قطعی. دوم، الله جل شانه 4 کتاب آسمانی را با صحیفه های مختلف نازل نمود، کفر و ایمان در اینا به تفصیل درس داد که کفر است، شرک است، ارتداد است، نفاق است و ای الوهیت الله است، ربوبیت الله است، اسماء و صفات الله است و ای حاکمیت الله است، ای امر و نهی الله است، تا که مردم دیگه دلیلی نداشته باشند که الله متعال کتاب نازل نکرد، قرآن و تورات و انجیل و زبور نازل نکرد و کفر و ایمان بر ما در اینا مشخص نکرد و ما به اثر